اگه آخر شب توی خونه تنها بودین و یهو یکی در خونتون زنگ زد، برید ببینید کیه. اگه در خونه رو باز کردین و دیدین همچین بچه‌ای جلوی در خونه شماست و ازتون درخواست کمک میکنه، سریعا در رو ببندین و با نهایت سرعت فرار کنید و قایم بشید. سلام برو بچه، چه خبر؟ امشب اومدیم با یه ویدیوی فوق‌العاده خفن که خیلیاتون توی کامنت‌های یوتیوب، دایرکت اینستا و خیلی از جا بهم درخواست دادین که راجع به این موضوع ویدیو واسهتون بسازم و وقتی دیدم اینقدر درخواست زیاده و اینقدر علاقه دارین که راجع به این موضوع ویدیو بسازم، با خودم گفتم چرا که نه، حتما واسهتون میسازم. و مطمئنم خیلیاتون از تامنیل و تایتل ویدیو فهمیدین قرار راجع به چی صحبت کنم و میدونین موضوع ویدیو چیه. امشب توی این ویدیو قرار راجع به کودکان سیاه‌چشم با هم صحبت کنیم. و این کودکان سیاه‌چشم وقتی توی اینترنت یکم راجبشون گشتم، واقعا داستان و ماجرای خیلی عجیب و مرموزی دارن. و اصلا یه داستانیه که حالا بعضیا ممکنه بهش اعتقاد داشته باشن، بعضیا ممکنه اعتقاد نداشته باشن، بعضیا رو ممکنه خیلی بترسونه، بعضیا رو ممکنه اصلا نترسونه و عجیب ترش اینه که بعضیا ممکنه دیده باشنشون و بعضیا ممکنه نیده باشنشون و حالا میگن اینا یه جای خاص زندگی نمیکنن و هر جایی ممکنه زندگی کنن و خلاصه یه بحثیه که امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. و علاوه بر کودکان سیاه‌چشم قراره تو این ویدیو هم راجع به صحبت کنیم و قضاوتش کنیم، من چند تا فیلم فوق‌العاده گنگ، فوق‌العاده خفن از دیده شدن جن و ارواح توسط دوربینای مداربسته علاوه بر این کودکان سیاه‌چشم قراره توی این ویدیو با هم ببینیم و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و دیگه حرف اضافی نیست. میدونم حرف زیاد زدم، واقعا عذر میخوام و این بک‌گراندم میبینین یه تغییری بهش دادم که البته هنوز کار داره، هنوز تموم نشده. و اینکه عشق من این لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، سنگوله بی در کنارشم همینطور و عشق من این. بریم سراغ ویدیو. اولین ویدیویی که میخوام بهتون نشون بدم واقعا عجیبه. دیدین توی بعضی از فیلم ترسناک‌ها مثل کانجورینگ و پارانورمال اکتیویتی و خیلی از فیلم‌های ترسناک دیگه، داستان فیلم از این قراره که یه خانواده فقیریه اسباب کشی میکنن از این خونهشون و میرن به یه خونه بزرگ قدیمی خیلی بزرگ که توی یکی از مناطق دورافتاده شهرشونه، میرن اون خونه رو اجاره میکنن تا توش زندگی کنن. و این خانواده فقیر وقتی به این خونه بزرگ قدیمی اسباب کشی میکنن و میرن توش زندگی میکنن، چند شب اول هیچ اتفاق خاصی نمیفته و همه چی اوکیه. اما از شبای بعد یه سری اتفاقای وحشتناک میفته و یه سری چیزا تکون میخوره، یه سری صدا میاد و یه سری اتفاقایی میفته و به مرور زمان این خانواده فقیر متوجه میشن که صاحب قبلی این خونه که توی این خونه زندگی میکرده، حالا یا خودش یا بچه‌ش یا زنش یا هر کی توی این خونه کشته میشه و روح اون صاحب خونه قبلی، حالا یا خودش یا بچه‌ش یا زنش که کشته شده بود، توی اون خونه پراکنده است و میاد اینا رو اذیت میکنه و یه سری اتفاقات میفته و یه سناریو و یه نویسندگی انجام میدم واسه فیلم‌های ترسناک که فهمیدین چی میگم و چی میخوام بگم. اما حالا یه فیلمی پیدا کردم، یه فیلم واقعی، البته میشه گفت واقعی، شاید واقعی نباشه، شاید هم واقعی باشه، که توی این فیلم یه خانواده وقتی به یه خونه قدیمی اسباب کشی میکنن، یه سری اتفاقات واسهشون میفته که اگه از این اتفاقات یه سناریو بچینن و یه نویسندگی انجام بدن، واقعا میتونن یه فیلم ترسناک خیلی گنگ بسازن. داستان این فیلمی که الان بهتون گفتم مربوط میشه به یه زن و شوهری که یه بچه داشتن. اینا به یه دلیلی مجبور میشن از اون خونه‌ای که توش زندگی میکردن اسباب کشی کنن و برن یه خونه بزرگ قدیمی خیلی خفن توی یکی از مناطق جنگلی شهرشون اجاره کنن تا توش زندگی کنن. بعد این زن و شوهر و بچه‌شون وقتی به این خونه اسباب کشی میکنن و چند شب توی این خونه زندگی میکنن، مادر این بچه متوجه میشه توی یکی از اتاقا یه نقاشی کشیده شده که مثل خورشیده که کنارش هم یه اسم نوشته شده. بعدش این پدر و مادره خیال کردن که آره ممکنه این نقاشی رو صاحب قبلی این خونه کشیده باشه، یعنی یه بچه داشته که بچه‌ش اومده این نقاشی رو کشیده و زیاد به این نقاشی اهمیت ندادن و بیخیالش شدن. اما چند شب بعد این زن به همراه بچهش توی خونه تنها بودن. بعد این زنه متوجه میشه که آره دقیقاً از توی همون اتاقی که این نقاشی خورشید توش کشیده شده بود یه سری صدا داره میاد، یه سری صدای غیر نرمال و عجیب غریب. بعدش این زنه دوربینشو برمی‌داره تا اگه دوباره صدایی شد بتونه از اون صدا فیلم ضبط کنه و یه مدرکی داشته باشه تا به شوهرش نشون بده که بیاین اون فیلمو با هم ببینیم.
بعدش این زنه که میبینه اتفاق خاصی نیفتاد و چیز خاصی دستگیرش نشد، بیخیال این قضیه میشه و فکر میکنه آره مثلا بادی چیزیه که این صدا رو تولید میکنه و زیاد به این موضوع اهمیت نمیده. اما روز بعدش این زن صدای بچهش رو میشنوه که داره با یکی حرف میزنه، با اینکه این زن و بچه توی خونه تنها بودن و این شوهره رفته بوده سر کار و این زنه میره سمت بچهش تا ببینه بچهش با کی داره حرف میزنه و داره چی کار میکنه و بچهش هم اصلا سابقه نداشته که با کسی حرف بزنه یا با خودش حرف بزنه و همین موضوع واسه زنه خیلی عجیب بوده. بعد این زن همونطور که بهتون گفتم وقتی میره سمت بچهش تا ببینه بچهش داره با کی حرف میزنه و چی کار میکنه، متوجه میشه بچهش توی همون اتاقیه که اون نقاشی خورشید توش کشیده شده. اما قسمت عجیبترش اینجاست که این بچه دقیقاً داره با همون نقاشی خورشید حرف میزنه و مادره تا این صحنه رو میبینه سریعا از این اتفاق فیلم میگیره. بعد از اینکه مادر این بچه این صحنه رو میبینه متوجه میشه حرفای بچهش یه نوع جوابه، یعنی انگاری که ازش سوال پرسیده و این بچه داره بهش جواب میده. بعد این مادر فکر میکنه بچهش مثل خیلی از بچه‌های دیگه داره واسه خودش بازی میکنه و یه دوست خیالی واسه خودش پیدا کرده و سرگرمه و این موضوعات توی بچه‌ها زیاد چیز عجیبی نیست. بعدش مادر بچهش رو از اون اتاق برمی‌داره و میاره پایین و چند تا سوال راجع به دوست خیالی بچهش از بچهش میپرسه که بیایم با هم ببینیم. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because I don't pray. بعد این اتفاقات مادر بچه متوجه میشه که بچهش ساعتها و روزها با همون دوست خیالیش مشغول حرف زدن و صحبت کردنه و این موضوعیه که مادر این بچه رو نگران میکنه، یعنی شرایط به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشد. اما چند روز بعد مادر این بچه متوجه یه چیز خیلی عجیبی میشه. اون میبینه که بچهش دقیقاً توی همون اتاقی که اون نقاشی کشیده شده و دقیقاً روبروی همون نقاشی خورشید قرار گرفته و داره دنبال یه چیزی میگرده و میخواد کف زمینو که از چوب ساخته شده بکنه. این بچه روزها و ساعتها مشغول همین کارش بود و زیر زمین دنبال یه چیزی میگشت. بعدش پدر و مادر این بچه وقتی متوجه میشن بچهشون یکم داره غیر عادی رفتار میکنه، تصمیم میگیرن همون جایی که بچهشون داشت دنبال یه چیزی میگشت و بکنن تا ببینن بچهشون دنبال چی داشته میگشته. وقتی کف زمین رو میکنن و اون چوبا رو میشکنن و کف زمین رو نگاه میکنن با یه چیزی مواجه میشن که واقعا عجیبه. Looks like it comes up. توی ویدیوهای بعدی یه گربه رو میبینین که به صورت ترسیده به یه نقطه خیره شده، اما دوربین یه چیزی رو ضبط میکنه که واقعا وحشتناکه.
این ویدیو مربوط میشه به یه خانواده‌ای که رفته بودن شهر بازی و داشتن واسه خودشون عشق و حال میکردن. بعد وقتی پسر خانواده مشغول فیلم گرفتن بود و میخواست یه جورایی خاطره سازی کنه، یه فیلمی رو ضبط میکنه و یه اتفاقی میفته که واقعا خیلی عجیبه. از نظر من سعی کنین آخرای شب توی جاده رانندگی نکنین، یا اگر راننده خودتون نبودین و مجبور بودین آخر شب توی جاده رانندگی کنین، دور و بر جاده رو خوب نگاه کنین، چون شاید مثل این فیلمه یه چیزی رو پیدا کنین و یه چیزی رو ضبط کنین که واقعا وحشتناک باشه. Go faster! I am gonna go in the middle. Oh my god. حالا رسیدیم سراغ کودکان چشم سیاه و الان قراره با هم راجع بهش صحبت کنیم. داستان این کودکان چشم سیاه یه داستانیه که حالا بعضی ممکنه بهش اعتقاد داشته باشن، بعضی ممکنه اعتقاد نداشته باشن و خلاصه من توضیحمو میدم راجع به این موضوع و اینکه آیا این موضوع واقعیه یا الکیه، قضاوت با خودتون. کودکان چشم سیاه یه 10 الی 20 سالی است که توی اینترنت راجع بهش حرف میزنن و یه موضوع خیلی عجیب و پیچیده‌ایه و همینطور بی‌جواب. ماجرای اصلی کودکان چشم سیاه از این قراره که یه سری کودکن که توی هیچ منطقه خاصی زندگی نمی‌کنن و ممکنه هر جایی باشن، اما بیشترین جاهایی که ممکنه دیده بشن جاهایی مثل جاده‌ها، جنگل‌ها، خونه‌های ویلا جنگلی و بیشتر اینجور جاها ممکنه دیده بشن. این کودکان چشم سیاه اگه بخوام مشخصات ظاهریشون رو بهتون بگم، پوست صورتشون به شدت سفید و بیروحه و یه لاغری خیلی خاصی دارن و سن این کودکان چشم سیاه از 5 سال شروع میشه تا 15 سال و عجیب ترین قسمت صورتشون مربوط میشه به چشماشون که چشمای عادی دارن، اما از چشمای انسان یه خورده گنده تره که چشماشون کلن سیاهه و هیچ گونه سفیدی نداره و زمانی که با یه شخصی صحبت میکنن گفته میشه صداشون یه فرکانس و یه نویز خیلی خاصی داره که باعث میشه یه جو خیلی بدی بهتون بده و وقتی صداشون رو میشنوین یه حس خیلی بدی بهتون دست میده. این کودکان چشم سیاه گفته میشه کارشون اینه که میان توی جاده ها وای میستن و وقتی یه ماشین رد میشه یه سری حرکات انجام میدن تا اون ماشین وایسته و کمکشون کنه. بعدش که راننده تعجب میکنه و ماشینشون نگه میداره، از اون بچه‌ها میپرسه که آره شما بچه‌ها این موقع شب اینجا چیکار میکنین و یه سری سوال ازشون میپرسه. بعد این کودکان سیاه چشم بدون اینکه هیچ حرف اضافه‌ای بزنن به راننده میگن اگه امکانش هست من و رفیقمو تا خونه برسونید، واقعا ممنون میشم، ما گم شدیم و یه سری حرفا میزنن تا دل راننده بسوزه و کمکشون کنه. بعدشون راننده ممکنه با اینکه اون چشای عجیب اون کودکان رو حس کنه و ظاهر غیر عادیشون رو بفهمه، از سر دلسوزی مجبور بشه بگه باشه و کمکشون کنه. اگه سوارشون کنه و بهشون کمک کنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اما به محض اینکه اون کودکان رو برسونه و از ماشین پیادهشون کنه، به محض اینکه برگرده خونه‌اش یه بیماری روحی عجیبی میگیره و کلا مغزش داغون میشه و هر شب موقعی که میخوابه یه سری کابوسای وحشتناکی میبینه و اینقدر روش فشار میاد و اینقدر روحش داغون میشه که مجبور میشه از این همه فشار دست به خودکشی بزنه و به زندگی خودش پایان بده. اما وقتی راننده درخواست اون کودکان رو رد کنه و بهشون کمک نکنه، این کودکان یه لبخند خیلی وحشتناکی میزنن و چشماشون گنده میشه و سیاهی چشماشون هم بیشتر میشه و رنگ پوستشون هم سفیدتر میشه و به محض اینکه این اتفاق میفته دور و بر و محیط اطرافو یه جو وحشتناک و بدی میگیره که راننده فرصت داره سریعا از اونجا فرار کنه. اگه همون لحظه از دستشون فرار کنه و بره هیچ اتفاق خاصی نمیفته و زندگیش طبق روال عادی پیش میره.
و خلاصه ماجرای کودکان چشم سیاه همینه. این کودکان چشم سیاه مثلا آخرای شب میان به جای ویلاهای جنگلی، مثلا بعضی از ویلاها هستن توی جنگلن، ممکنه بیان اونجا در بزنن و وقتی صاحب خونه در رو باز میکنه با یه لحن خیلی عجیبی از اون صاحب خونه درخواست کمک میکنن و این کمک‌هاشون یه کمک‌های عجیب غریبیه، یه درخواستای عجیبی از صاحب خونه میکنن. مثلا میگن آره ممکن است بریم حمومتون دوش بگیریم، یا مثلا ممکن است بریم تلویزیون تماشا کنیم باهاتون. یه سری چیزای عجیب غریبی میگن که واقعا همین موضوع خیلی عجیبه. و اگه درخواستشون رو قبول کنید و بهشون کمک کنین، زندگیتون به کابوس تبدیل میشه و مدام یه سری اتفاقای وحشتناک واسهتون میفته. اما اگه درخواستشون رو قبول نکنید و بهشون کمک نکنید، همون لحظه یه اتفاق عجیبی میفته، اما بعدش دیگه هیچ اتفاق خاصی واسهتون نمیفته. و حالا ممکنه خیلی‌ها بگن سعید، آیا فیلمی، مدرکی، سرنخی، رد پایی از این کودکان سیاه چشم توی اینترنت وجود داره؟ آیا فیلمی چیزی ضبط شده از کودکان سیاه چشم که بهمون نشون بدی تا بیشتر باور کنیم؟ باید بهتون بگم که خیر، تا حالا هیچ فیلم منطقی توسط دوربین از کودکان سیاه چشم ضبط نشده متاسفانه. و یه سری فیلم ها هستن از یه سری کودکان که اونا خب زیاد فکر نکنن ربطی داشته باشن بهشون و هیچ فیلم خاصی از اونا ضبط نشده و این بیشتر یه تئوریه، مثل رپتایلا و خیلی از موضوعات دیگه. و اینکه باورپذیریش با شماست، آیا بهش اعتقاد دارین یا بهش اعتقاد ندارین، این با شماست. اما یه سری از افراد ادعا میکنن که کودکان سیاه چشم رو با چشم خودشون دیدن و وقتی اونا رو دیدن سریعا این موضوع رو نوشتن و توی اینترنت پخشش کردن و ممکنه این داستان کودکان سیاه چشم از خاطرات این افراد الهام گرفته باشه. و اگه میخواین خاطرات این افراد رو ببینیم و بدونید چی دیدن و قضیه چیه، من داستانا و خاطرهای این افراد رو توی تلگرامم گذاشتم، چون خاطرهای یکم زیادن نمیتونم واسهتون توضیح بدم چون خیلی طولانی میشه این ویدیو. اگه میخواین خاطرات این افراد رو ببینین، به کانال تلگرامم مراجعه کنین، لینکش توی دسکریپشن هست، لینک کانال تلگرامم توی دسکریپشن هست، حتما برین سر بزنید و این داستانا رو بخونید، شاید حال کردین. و اینکه خلاصه اینم از این ویدیو بود برای بچه‌ها، امیدوارم لذت برده باشین و مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردین و عشق منین. تا فیلم‌های بعد، خدا نگهدار.